اینجا کجاست؟ به خانه من آمدی. اگر با این احوال به خانه‌ات روی تو را سوال باران میکنند. به اینجا نشین. کمی هوای تازه رو نفس کش. خوب هستی؟ خوب این طور باشد تو اینجا بخواب. من رفته بالا پوش میورم. سحر به خانه من برای نهاری بیا. از تو خواطیر شدم. تمامی روز صحبت خواهیم کرد. در اصل بسیار خوب می شود. من هم به صحبت احتیاج دارم. هنگامی آمدن با خود کرواسان می آورم. سوزان، تو این وقت در کجا بودی؟ مرد هم نیست. میدونم. با مرد صحبت کردم. در خانه رفیقش میستاده است. برای چی اینقدر خرسندی؟ آیله دار شوی قطع شده است. نخو. از کی شنیدی؟ از نزد کمال می آیم. خدایا هزارها مراتب شکرانت میکنم. چی شد؟ شرطنامه آیله دار شوی. در اول نه اونقدر باور کرده بودم، اما فایده کرده است. این طور باشد میروند در روزهای نزدیک. دیدی؟ اگر به تو میگذاشتم دست و پایت رو بسته نگاه کرده می نشستی. من دست دراز کرده شما رو از فلاکت خلاص کردم. تشکر خانم مجیده. مادامی که با سبب این شرطنامه آیله دار نشدند، برای چی کمال به من زنگ نزد؟ برای چی حساب نپرسید؟ انتظار می شویم. حتما زنگ می زند. شب خوش. به این احوالم گرفتار شدی. حلالت باد فاضل. من چگونه تقدیری بد داشتم. 1 ماه پیش در میمانخانه های 10 ستاره دار استراحت میکردم. دارم، لیکن به مانند این ناداشته ها زندگی میکنم. یک لحظه دمت را گیر. لکیدم میگیری خوابم را پراندی. مان بیاید. سلام. اکنون تو رفت. چرا در بالای سرم خواده بر این راست داده ای تمیر؟ گرسنه ای؟ من نهاری کردم، تشکر. یعنی سیر هستی. تخمی که از مرغ میبراید از این افضل میبینی؟ چی خیر؟ بشین. خیر، با خانم سوزان صحبت کردی؟ امیدوارم یگان مشکلی نیست. میدانی که
من از مشکلی های پای در پای بیزارم. نه، یگان مشکلی نیست. برای چی مشکلی شود؟ چه خیلی که فکر کردم همان طور شده است. از سبب مناقشه عائلوی سوزان برای ضرر رساندن به کمال از دستش چی کار بیاید میکند؟ ای بچه، آیا من نصیحتگر عائله دار شونده ها هستم؟ آیدی کار گبزن، آیدی کار. حق هستید. خانم سوزان به شرکت من لبای؟ شرکتی تو؟ تامیر، آن شرکت از آن من است. تو در این حیات بغیر از جان دیگر چیزی نداری. اگر باشد هم شکر خدا همچون که رو در دست من است. بله خانم سوزان برای دستگیری شرکت شما به هر گونه خدمت آماده است. چه خیلی که گفتم به کمال نفرت داشته است. اگر بازی را درست بازی کنیم در مدتی کوتاه در دست چیزی که داشته باشند همش رو میگیریم. میگیرید. در مدتی کوتاه در دستشون چی داشته باشند همش رو میگیرید. شد فهمارا. تامیر، من یک مجلس خورده دارم. تو هم بیا اشتراک کن. جناب عزیز ما شما را ناراحت نکنم. بیا با خدا من نکردم اکا. با خدا که تهمت میکنم اکا. این تهمت است. با خدا که من ندوزیدم. با خدا قسم من ندوزیدم. تهمت هستیم. با کدام دسته؟ اکا چرا باور نمیکنید من ندوزیدم آخه. فهما با کدام دسته دزدیدی؟ اکا دوزخی شبم که من ندوزیدم. یه بچه کدام دستت را استفاده کردی؟ آرام داد نزن بگویم، داد نزن. تامیر، تو مال مرا نمی دوستی ها؟ نه. صبح بخیر عشقم. کرواسان شکلادی آوردم. صبح بخیر. وای در بیرون خوریم میشود. خونه ما رو دلگیر کرده است. صدف این چی گپ است؟ گویا که از خانه رونده ایستاده ای. تو خودت برو جیغ زدی. جیغ زدم اما